اما چرا دین هنوز برای میلیاردها نفر جذابه؟ Because it gives چون دین برای سوالاتی بسیار پیچیده پاسخهای ساده ارائه میده. مثلا جهان چطور شروع شد یا بعد از مرگ چی میشه. من فکر میکنم تنش و بعضا تضادی جدی بین دین و معنویت وجود داره. معنویت به پرسیدن سوالات عمیق درباره جهان میپردازه، مثل اینکه من کیم، معنی زندگی چیه، بعد از مرگ چه اتفاقی میافته. معنویت یعنی شما به دنبال پاسخ این سوالات بگردی. دین اما ماهیتش پرسشگری نیست، ماهیتش پاسخهایی که شما موظفید قبول کنید. یه نفر یه قصه به شما میگه که ما اینطوری به وجود اومدیم و بعد از مرگ قراره این اتفاق بیفته، این کار خوبه و این کار بده. شما باید این قصه رو در بست قبول کنید و سوالی نپرسید. به همین دلیل خیلی وقتا مذهب و معنویت در تضادن. متاسفانه خیلی‌ها ترجیح میدن به جای رفتن در مسیر سخت و بعضا دردناک جستجوی حقیقت، پاسخهای ساده‌ای بگیرن که به اونا اجازه پرسشگری نمیده.